میکردن دوشنبه را در پایتخت در تلویزیون میدیدن آرزو میکردن که یک بار بریم تماشا کنیم. این باغ حیوانات بود یا مثال در وجود باغ بنه باغ‌هایی که در اون اینقدر بازی‌های شوق‌آور را دیگر را در شهر تماشا کنیم. خیر روز شد به شهر آمدیم الحمدلله. این هم یک ابژیتک خوابگاه در همین شهر می‌داشتم. ایشان گرفتی. یا یک خانه ای خدمت میشید در همین خوابگاه بیرون میشیدم. یا حمومش عمومیه یا حاجت خانه‌اش عمومیه خوب نیست. امروز یک خانه به سه خانه به چهار خانه با آرزوی خانه‌های زمین نکردیم. خانه یک از رامدی آرزو کردیم خیلی خانه یک می‌داشتم. آیا همین ناشکری ها در قلب ما در فکر ما چرخ نمیزنه؟ میگه یا رسول الله اقلا همین از خوراک پیستان من سر میشده دنیا. یعنی ایامی رضایت شیرخوارگی شاید نمیگذشتگی. وقتی این آرزو رو کردم در حال جبرئیل امین آمدن گفتن به همین آرزوش خدیجه مادر ما رسیدم. اگر خواهی الان جنت میکشم در پیش روی مادر ما نگاه میکند که چه فرزندی و باقی مانده ایام شه در جنت گذرانده ایستاده. واقعا خیلی هم مصیبتی بعد اما فراموش نکنیم که حدیث امام مسلم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید عجبا لامر المؤمن لا یجد لاحد الا للمؤمن. در حیات و زندگی شخص مسلمان و مؤمن عجب میکنم تعجب میشم. یک کار حیرت آور باشد اگر همین ما تعجب میشیم در حیرت بیافتیم. پیامبر علیه السلام گفتن فقط زندگی شخصی مسلمان و مؤمن عملاش مرا در حیرت میافتد. غیر این مسلمان کسی یک کار کردن نمیتونه. اذا اصابته سرا شکر فکان خیر الله. تمام زندگی مسلمان و مؤمن در خیر است، در خوبی است، در نیکی است، در برکت است. هر وقت خرسندی خوشحالی ببینید روزهای توی خرسندی باشد، مفعلهای خوشحالی باشد، یا هر وقتی که بنده صاحب مال و ثروت و بای میشود یا صاحب ماشینا و خانه های خوب میشود یا اینکه منصب بگیرد وظیفه دار میشود متکبر نمیشود، خچه دیگر رو بالا نمیدونه، برای شکر میکنه میگه یا الله که ایمان میبود به این میامودم با این میرم چگونه آمدیم همه کل میرویم. وقتی آمدیم نه کستوم برو که $100,000 داشتیم نه ماشینای قیمت نه دیگر رشته از دنیا نداشتیم. جمعش میکنیم خیر کردی خوبی کردی زکات دادی خوش و بحال و دوجا میگیری، نه که نکردی همون جمعه همیش محروم میشوی. اما خدا رحمت کنه صاحب تفسیر ابن کثیر در سوره الحمد وقتی در باره شکر گپ میروه و شرط های خودشون میگذارن میگن بله بندگیش بنده شاکری پروردگار خیلی خیلی کم است. این رو قرآن خود ذکر میکنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در کعبه طواف میکردم، یک نفر میگه با همراهیش طواف میکرد و دستا رو میبرداشت میگه اللهم اجعلنی من القلیل. دعا فقط همین دعا رو میکرد خونه کعبه. بعد چی بود دعایی بود و حضرت قرآن خوب نخونده چی بود؟ عمر که قرآن خوب نخونده باشه کی میخونه دیگه؟ گفت خدا اون وقتی که حضرت داوود از جمله بندگان شاکرش قرار میتید و میگه که در بین بنده های من اون بنده که دائم با کم زیادی داده من شکر میکند خیلی خیلی اندک هستند. قلیل من عباد شکور. البته این چیه؟ این شکایت پروردگاره. یک بار ای خطون مقایسه کنیم آیا از بنده های شاکر خدا هستین یا نیستین؟ شاید بعضی ها در مثلا خارج کشور زندگی میکردن، خارج شهر پایتخت زندگی میکردن، سالهای آرزو میکردن دوشنبه را در پایتخت در تلویزیون میدیدن آرزو میکردن که یک بار بریم تماشا کنیم. این باغ حیوانات بوده یا مثال در وجود بنه باغ‌هایی که در اون اینقدر بازی‌های شوق‌آور دیگر یا شهر تماشا کنیم. خیر روز شد به شهر آمدیم الحمدلله.
یه هم یک اپژی تک خوابگاه دارم این شهر می داشتم ایشان گرفتی یا یک خونه ای خدم بشید ایم خوابگاه بیرون بشیدم یه حمومش عمومیه یا حاجت خونهش عمومیه خوب نیست امروز یک خانه به سه خانه ها به چهار خانه ها با آرزوی خانه های زمین نکردیم خانه یک از راندی آرزو کنیم خیلی خانه یک نمی داشته باشیم آیا همین ناشکری ها در قلب ما در فکر ما چرخ نمیزنه شرط اول همین که تمام چیزی داره ای خدا بدونم ای بازوهای خودتون نداریم ای زیرکی های خودتون نداریم ولی بعضی ها فکر میکنن که من روزی درست کار میکنم ای مای بگیم زکات بدی فقیر کار کنه بگرانگی من باید کار کنم اگر از ساعت کاری بایشیدن انسان وابستگی میداشت برادرای عزیز مادرای ما ساعت 2 شام میخوردن تو سحر روز راه شهر میروند تو خوبی بای بچه عربکش ای ساعت 2 میخوردن در دهقان بازار تو صبح تا شب خفتان کار میکنن همگی جمع کنه 200 300 کار میکنن تو همگی ساعت 10 11 خوب میخوردی تو بر تلفن میگیری $1000 $10,000 کار کردی یعنی این دودی پروردگار اگر نظر علم و دانش بگیریم باید چند جدا خونده با مصاحبه پلشیم بسیاری از دانشمندا از مثلا پروفسور باشد معلم باشد دیگر باشد به همون مزد ماهانه 1000 سوم 2000 سوم 3000 سوم کار 3 تا دیپلم دارم لیکن نفری است که مکتب اگر برای جمله شوارق دونی 3 گرفتگی نیست مجدیه این روز نگاه میکنی 570 گشته این دودی خدا نیست چیه از جانب الله میدونی وقتی این مال و ثروت و دارایی را گرفتی در راه خدا صرفش میکنی یک قصه خیلی عجیب بیارم میگه یک زن و شوهر وای بچه خودش همسرش خواهش کرده که اشتیا دارم بخوام یک جای در خانه یک کباب مرغی بخورم ولی بعضی دخترکای هسته که در خانهشون طعام خوردگی نیسته فقط ای چیکن ای مرغی صفا خوردگی و اگه باش کنه اون بیچاره شوی و گجا زورش به صفا اون بیروی میرسه ما کباب مرغی رو آوردم و بسم الله میکنیم گفت که در تختق میشه یک گدا داری خانه میاد میگه بسیار بوی مرغ یعنی مزه برام دیسه نمیشه شریکیم ده همین خوراکی شما که بردک جوهیلی هم که بدقب حرش میکنه بسیار سخونهای قبیه میگه همین طلبم داره الله میگه و اما سائل فلا تنهر وقتی که هیچ هم که دادنی نباشی نرنجانوش زوره که زندگی حیات ما در اختیار ما نیست خدا بتواند که هر وقت دیگرش کنه در مالک شالله حیاتی صاحبش خداونده خیلی میاره و بخر یه مرغش کنه بخرن با مرور زمین سالها میگذاره هر این زن شوهر جدا میشه همین بای بچه زنش سر میتیه خیلی بعد از ایده برآمدم این زنک نیست اوقی بعضی سرسوم ایده بوله شوخ نشو کردی ایدهش میبره با شوهر میکنه روزی آن همه خیلی در سرخون در خانه نشسته با همین مرغی با مزه با لذت در تختق میشه و همین مردک زنش میگه رو کی همونجا دم همین مرغ به همو بتیش اگه گدا باشه مرغ میگیره میره بیتش به 5-10 دقیقه پس می به درجه گیره داره که 6 قدر رو دیدش میرزه اویلش هم سرشه شغلت بود داشتم داد حقیقت کرد یا اون گفت خبر خود چی گفت اون نه میدونی همین گدا کیه گفت کیه این گدا گفت شوی اولی مای شوهر یکم مای گفت روزی با همراهش میشیشتیم گفت همه خمار با مزه گفتم بخورم یک گدا آمد طلبید ندادش گفت حقارت داشتم شال گفت همون شوی اولی ما وای خر کدو رو مدرک ما بسون دو راحت شدم تا این مرد میگه همون گدایی که در خانه ما رو سر کرده بودیم میو قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم با تمام مردم مالکی تمام زمین و آسمان و دارایی‌ها تقسیم کننده اینها الله ذوالجلال هر کسی را خواه مال و ثروت و وظیفه و منصب میتید کسی را خواه باید دستش میگیره کسی را خواه عزت و آبروش میتید کسی را خواه خواه را دلیلش یعنی
به خاطر همین باید هر چی نعمت از جانب خدا گرفتیم تشکر بکنیم، شکرانه نعمت الله به جا بیاریم. هر نفر از ما پس ندانیم، ولی ما نمیدونیم که پیش خدا کی قدر دارد. قدر دارد الله خودش میدونه. این اکرمکم عند الله اتقاکم. با تقواترین شما، پرهیزگارترین شما در نزد خدا گرامی‌ترین شما هست. دوم اون عملی که انسانی مسلمان میکند که تعجب در پیامبر صلی الله علیه و سلم است، حالتی که مصیبت بالاش میاد صبر میکند. میگه انا لله و انا الیه راجعون. البته بیشتر ما مصیبت در یک نفر میبینیم، نه؟ لیکن صحابه در زمان بامداد قضا کرد، میگفت دیگه اون کسان میگه تعزیهش بیان کنه که انا لله و انا الیه، این بچه این روز خوندی تو مصیبت های این روز بامداد نخوندی تو. یک نفر فقط اومدن تعزیه بیان کرد. بعد خیلی گریه کرد به همون رفیقاش، گفت اگر فرزندی من از دنیا میگذشت در این خانه ما 3-4 روز مردم ما را تعزیه بیامدن، حالا که فرزندی من روز قیامت با همراهی من به اذن الله در جنت با میخریم. لیکن وقتی که من فرمان خدا را نگرفتم، با این نعمتایی که مرا داده، من نماز بامداد در وقتش نخوندم، شرمنده در درگاه پروردگارم، یک کس نآمد در برام بیسته بگه مصیبت در خونید. مصیبت اینه برادرای گرامی که فرزنداتون عرق میخورن، بنگ میکشن، زیران میکنن، گراین میفروشن یا عرق میفروشن، خوب بینمازن، بی‌حیاین. اینه مصیبت در خانه مسلمان که برای این فرزند بی توفیق ما مسئولیت داریم نزد خدا جواب بگیم. الرجل راع علی اهل بیته و مسئول عن رعیته، حدیث بخاری مسلم است. مرد خاندان برای زن فرزندش در نزد خدا مسئول است. ای به همون زن مرد مسلمانی که دعوای مسلمانی کنه، شاید حاجی باشد، شاید از احکام شریعت با شعر بداند، 20 ساله به زن خواب و خانه‌داری میکند که نماز نمیخواند. برای یک تماشا یا دوگانش خودی صحبت کردن، خش اعتبارش خودی صحبت کردن، نماز از خانه مسلمان قضا میشود میرود. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس وای به حال آن گروه نمازگزارایی که از نمازشون سهو میکنند. این نعمت الله، حکمت خدای. اگر خدا میگه وای به حال آن نمازخوانی که نمازش سهو میکنند، عن صلاتهم ساهون نمیگه فی صلاتهم ساهون، میگه چی میشه؟ در نمازش خطا میکنه. همه با خطا میکنم در نمازمون. حشب خودمون در کجای پریشان شدگی؟ نه که خداوند گفت که نه، همون نمازخونه که نمازش نمیخونه. ابن عباس پرسیدن که این کدام نمازخونه خدا خطاب کرده؟ گفت نمازخونه را که بیهوده بیعذر نماز را وقت میگذرونه، در نماز دیگر این نمازشو میخونه. وقتی مهلت خدا داده تا پیشین به خود بامداد و پیشین عصر و شام، گفتن به خودشون وقت معینه دارن، در وقت خودش هر یک نماز خواندن. بهترین و محبوب ترین عمل در نزد پروردگار هر یک نماز رو در اول وقتش خواندن. این کار بسیار برای همین شخص مسلمان خیر است که در همه حالت یعنی خدا رو یاد میکنه، در خوشحالی و خرسندی بایی و ثروتمندیش شکر پروردگار میگه، از خدا میدوند. اگر مرگ و مصیبت و کمبودی بیاد و به سوی خدا میگه صبر میکنه که از جانب است. الله دعا بکنیم که این جمع آمده که عموما بهترین جمع آمد، ابتداش هم نام الله و انتهاش هم نام الله، برای همه شما و همه ما مبارک کنه که در حیات زندگی ما شاید نام اعمال ما بهترین لحظه های زندگی ما باشه. خب خداوند در عوض این طفلی که از این برادر ما محمد جان گرفتن با یگان فرزند خوب و صالح و سالمش عطا کند و باقی مانده فرزنداش عمری با برکت و مثل خودش محب خدا و رسول و قرآن و علما و صلی الله علیه و سلم.